سلام بچه‌های عزیز. امروز میخوایم این کار در کلاس صفحه 43 که اشکال داشتیم با هم مرور کنیم. ببین بچه‌ها، تو صفحه 42 اومده به ما گفته اگه ما یه مثلث داشته باشیم 2 تا ضلع اونو با هم جمع کنیم از ضلع سومی بزرگتره. ببینید الان اینجا برگشته گفته، ببینید گفته آب یعنی این ضلع با AD یعنی با این ضلع، این دوتا رو با هم جمع کنیم از BD بزرگتره. این خطی که داشتیم، پس اومده تو مثلث ABD اومده گفته اگه این دوتا ضلع رو با هم جمع کنیم از ضلع سوم بزرگتره. بعد این اومده چی گفته؟ بعد این اومده گفته BD. نه بذار من یه مثلث دیگه رو براتون در نظر بگیرم. یه مثال، خب این اومده بود مثلث ABD رو در نظر گرفته بود. من میام مثلث این مثلث پایینی رو در نظر میگیرم. این مثلث پایین رو در نظر میگیرم. میام میگم چی میگم؟ میگم دو تا ضلعش رو با هم، فرق نداره کدوم ضلع. میام میگم اینجا پایین مینویسم B C به اضافه CD BC پاره خط BC به اضافه پاره خط CD بزرگتر از پاره خط BD. بدین مثل همین. بعد یا اصلا شما بیاین اینجا رو پاک کنم دیگه خودتون بنویسید. میام این مثلث در نظر میگیرم، مثلث AD3. تو مثلث AD3 میگم اگه ضلع AD پاره خطات به اضافه ضلع DC بزرگتر از AC. دیدین شما فقط یه مثلث در نظر میگیرین، دو تا ضلعش رو با هم جمع میکنین میگین از ضلع سوم بزرگتره. یعنی شما میگین رابطه رو باید حفظ کنین، یعنی بگین که یاد داشته باشین که اگه توی یه دونه مثلث دو تا ضلعش رو با هم جمع کنیم همیشه بزرگتر از ضلع سومیه. یه اصلا یکی مثلث توی این مثلث میام کدوم در نظر بگیرم؟ این مثلث این در نظر میگم تو این میگم AB به اضافه BC بزرگتر از AC. همین. برای هر کدوم از اینا یه مثلث در نظر میگیری، خودتون این رابطه رو مینویسید. حالا رابطه دوم اومده چی گفته؟ رابطه دوم رو نگاه کنید. گفته BD یعنی این خط بزرگ منهای DE منهای E شده چی؟ شده BE یعنی این خط کوچیک، یعنی شده این. پس اومده گفته BD رو منهای، پس میاد میگه از یک پاره خط بزرگ یه نصفش رو کم کرده اون یکی مونده. خب این یه بدیهیه. بعد شما برای اینکه بیان یه رابطه رو بنویسید میای میگی این اومده این قطر رو در نظر گرفت دیگه، من میام اون یکی قطر رو در نظر میگیرم، یعنی میام این قطر رو در نظر میگیرم. خب برای این قطر چی میتونم بنویسم؟ مینویسم بزرگش اول مینویسم AC منهای AE برابر EC. مثلا برای یک مثلث دیگه مثلثم باز اومده بود این قطر رو نوشته دیگه، من میام اون یکیشو بنویسم. اینو مینویسم AC منهای AE برابر EC. همونه. فقط رابطه رو نظر بگیریم بچه. تو قطر اصلا شما بگین یه تناب 2 متر دارین، 1 مترش ازش کم میکنین، چند متر میمونه؟ 1 متر. منهای کرده دیگه، از یه پاره خط بزرگ اومده یه پاره خط کوچیک رو کم کرده. پس اینم از این تمرین. پس شما همیشه باید تو یادتون داشته باشین که وقتی یه مثلث داریم 2 تا ضلعش رو با هم جمع کنیم همیشه از ضلع سوم بزرگتره. یه نکته است.